در اینترنت ویدیو جانگودوز یک مرد ساکن شهر لیوکند از جنوب تاجیکستان نشر شده است که برای جستجوی فرزند ره گم کردهش به روسیه آمده است، ولی فرزندش را در اینجا پیدا کرده نتوانسته است. این مرد که به شکل خطاب به پسرش صحبت میکند نقل میکند که از گم شدن پسرش عبدالله تلویف سال تولدش 1999 وقتی خبر یافت که بالای سر خانه‌شان را مقامات امنیتی حفظ حقوق لیوکند گرفتند، پدر و مادر عبدالله از مقامات فهمیدند که پسرش از روسیه به ترکیه رفته است و باید یگان فکرش را کنند که فریفته شده است و برای بد رفته ایستاده است. پدر میگوید وقتی این گپ را شنید قرارش را گم کرد و به سراغ فرزند ره گم کردهش به روسیه آمد، ولی او را نیافت. السلام علیکم. من این ویدیو را برای بچه‌ام میمونم عبدالله جان. عبدالله در کجای باشی یا بر علاقه دا برو. من تاجیکستان اومدم ترک گفتنی 5 ماشی تو نه زنگ میزنی نه خطای نه خبرتای. برای عدل هم سربان فایرود کردم برای تو پرسیدم. من نمیدونم در روسیه در کجای عبدالله، در کجای باشی زنگ بزن. هم نمره تاجیکستان من همینجا کار میکنه بچم. چی باید خیلی کده سایی چند قدر گپ خبرو که تو در ترکیه رفته میگن لیسای شهر سربان. گفتم بچه ما در روسیه علاقه دا برآمده هیچی در کار نیسته. زنگ بزن در کجای باشی. گفت من همینجا دارم خاطری مجمع شوه. دوست هر روز خونه ملیسا رفته سر چطور فایرود کده پرسیدسیان مومت فایرود کده پرسیدسیان صوف داری بچم در کجای اخی علاقه دا برای خیلی نکه عبدالله جان. من همین ویدیو را برای هم مونده سمتده که کجای دا باشه علاقه برا. بچه ما تیلای عبدالله نم داره. بچه سال تولدش 1999 در کجای که دیدن حالی صورتوش هم میمونیم برادرها. اینقدر خبر بتن که این سال بچه در همینجا. یکی تو چکور کدیسی عبدالله جان. ای خدا بترس فکری ما را هم بکه. یا هفته ما را عدل سربان فایرود کدم پرسپوز کدم گفتن که در علاقه نیست. ما اینا نافهمیدیم. در هم زیبستان خیلی آدم مصفید در همینجا عذاب کشیده همی پیتر دایم چاکه اکبر دامدم جایی دا که تو بودی یکی تو نیستی. تو با گپی کی رفتی بچه هم که جو رفتی آخه یا بر علاقه که تاجیکستان اومدم ترک گفتنی 5 ماشی تو نه زنگ میزنی نه خطای نه خبرتای. برای عدل هم سربان فایرود. میگوید این پدر با صدای اشک‌آلود خطاب به پسرش کجا شدن عبدالله تلویف معلوم نیست. مقامات تاجیکستان قبلا گفته بودند که در سالهای اخیر بیش از 2000 نفر از زادگان تاجیکستان برخی حتی خونخیز به عراق و سوریه رفته به صف سازمان‌های تندرو تروریستی اساساً به صف داعش پیوستند. به حساب مقامات تاجیکستان بیش از 80% این افراد در زمان در مهاجرت کاری در روسیه قرار داشتنشان به دام فریب مبلغان عقیده‌های به نام جهادی افتاده فریفته شدند. جامعه شناسان و حامیان حقوق میگویند شرایط پر از محرومیت و بی‌حقوقی مهاجران در روسیه این قشر را به یک تومه اساسی به مبلغان سازمان‌های تروریستی تبدیل می‌دهد و آنها به طورهای نازک مغز مهاجران ناخون زده آنها را به صف گروه‌های تندرو جلب و برای سفر به نقطه‌های داغ جهان مایل می‌کنند.